بینندگان عزیز، اخیراً مقامات گمرکی ازبکستان با تحریر نوی که در کودکس گمرکی خود وارد کرد، حرکت ماشین ها و خصوصا ماشین های باربر که در قلمرو ازبکستان حرکت میکنند و از یک کشور به طریق ترانزیت و کشور دیگر عبور میکنند که مدتش تا این وقت 3 روز را در بر میگرفت، اکنون به 10 روز تمدید کرده شد. ما از مقامات وزارت نقلیات تاجیکستان میپرسیم که این تا کجا برای کشور تاجیکستان اهمیت دارد و همصحبت ما سردار ریاست نقلیات روی زمینی وزارت نقلیات محترم قربان خان سعیدوف اینجا حضور دارند و آماده هستند که به سوال ما پاسخ دهند. تشکر که شما راضی شدید که با ما هم صحبت شد. سوال اولی ما همطور که گفتم تا کجا برای تاجیکستان اهمیت دارد اینکه از 3 روز به 10 روز تمدید کرده شده است؟ بله، در حقیقت درست قید کردید. این مقرراتی که در تحریر نوی کودکس گمرکی جمهوری ازبکستان وارد کرده شد در قسمتی گزارش ترانزیتی و استوای نقلیات خارجی از قلمرو این کشور، این به نهایت مشکلی انتقال دهندگان وطنی که تاجیکی ما را آسان گردانید، چون که قبلا این مقررات محدودیت گزارش 3 شبانه روز را در بر میگرفت که تا این 3 شبانه روز باید که انتقال دهندگان تاجیک یعنی که خارجی از قلمرو ازبکستان حدودی 1600 کیلومتر راه را باید طی میکردند که با مشکلی های زیاد آنها رو برو میشدند، چون که مقررات سازشنامه‌های بین المللی و دیگر قانونگذاری های کشورهای همسایه در نسبت تامین بی‌خطری حرکت در راه آنچه را در بر میگرفت که راننده هنگام حرکت از قلمرو این یا آن کشور یا اینکه هنگام حرکت در راههای اتومبیلگرد بعد از هر یک 3.5-4 ساعت حرکتی مدام باید که حتما نیم ساعت استراحت کند و در مجموع در یک روز روشن باید که حرکتی رانندگان نزدیک از 6 ساعت را تشکیل دهد. برای حرکت رانندگان رو من در نظر دارم که در سمت بین المللی فعالیت میکنند. این عملی کودکس نوی گمرکی جمهوری ازبکستان از 1 آگوست سال روان باید که مورد عمل قرار گرفته باشد. اما این اقدامی که ازبکستان حالا کرده است، این رو از پیش خود یعنی که با نظر داشته طلبات کشورهای همسایه و کشورهای خارجی این کار انجام داد یا که در نتیجه گفت و شنید نماینده‌های تاجیکستان و ازبکستان و نماینده‌های تاجیکستان با کشورهای دیگر این کار رو دست گرفته؟ ماهی گذشته ما در سفری کاری در جمهوری تایلند قرار داشتیم و هنگامی که با همتایان ازبکستانی خود در تماس شده بودیم علاقه داشتیم، صحبتی کاری داشتیم. آنها در این باره وقتی که سخن میگفتند اساسهای تهیه و قبول این مقررات را از مراجعت بشموری دیگر خارجیان یعنی که همسایه کشورها معنی داد میکردند. شما در صحبت قبلی ما گفته بودید که حتی کار به جای میرسه که ما با مقامات بالایی دو کشور مراجعه میکنیم، ولی اکنون که با 10 روز تمدید کرده شده است این مشکل از پیش خود راه حلش پیدا کرده. رانندگان تاجیک که این مسافه را در مهلت معین شده در مهلت 3 روز باید طی کنیم نزد خود مقصد میگذاشتن، از استراحت دست میکشیدن، یعنی به ایست حرکت میکردن تا که این مسافه مقرر شده مسافه بوده رو در مهلت مقرر شده طی کنند. و چند سال است که 3 روز از مهلت که تا ادامه داشت این مهلتی؟ من چون که از روی قانونگذاری این دولت میدونم تا 10 سال اخیر این مقررات عمل میکرد. از تاجیکستان تقریبا در 1 هفته اگر به حساب عمومی گوییم چقدر ماشین از طریق راه ازبکستان حرکت میکنند برای رفتن؟ من عذر در سمت ازبکستان چقدر وسیله نقلیات حرکت میکنند به شما دقیق گفتن نمیتونم، چون که رقم ها در مجموع حساب بندی کرده میشوند و همین رو فقط گفتم میتونم که ما در مجموع از قلمرو جمهوری تاجیکستان توسط 10 گذرگاه سرحدی وسیله نقلیات جمهوری تاجیکستان قلمرو ما رو ترک کرده، یعنی به خارج کشور صادرات محصولات میکنند یا اینکه برعکس واردات میکنند و طریق جمهوری ازبکستان باشد از قسمت غربی من توسط گذرگاه دوستی اصلا گزارش وسیله نقلیات براه مانده شده است و در شمال مملکت از توسط گذرگاه فاتح آباد
یعنی با سمت توشکاند و مرکز جمهوری ازبکستان حرکت گزارش وسیله نقلیات برای مونده شده است. یعنی خب به صورت عموم اگر بگیم این از نگاه مناسبت های دو کشور، چون که ببینید بعد از سالهای 90 ازبکستان تقریبا راه ماشین‌گرش به تاجیکستان بسته بود و ماشین‌ها نمیتونستن حرکت کنند. حالا این مقرراتی که صادر شده است البته یک نشانه از بهبود یافتن مناسبت دو کشور است. بله البته به واسطه این مقررات در رشد همکاری ها نیز مساعدت فعال خواهد کرد و به واسطه در رشد سیستم‌های نقلیاتی و همگیری سیستم‌های نقلیاتی دو کشور با سیستم‌های نقلیاتی منطقه‌ای و جهانی مساعدت خواهد کرد. تشکر زیاد، سلامت باشید.